قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان، برنامه جایگاه سنت در اسلام هستید، خدمت تک تک شما سروران و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت و تندرستی برخوردار بوده باشید. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های جایگاه سنت در خدمت شما عزیزان هستیم و در آغاز این برنامه خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز، کارشناس و مهمان دائمی برنامه نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب دکتر خوش آمدین به برنامه‌تون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش و خرم و سعادتمند بوده باشید شما و جمله بینندگان عزیز. الله تبارک و تعالی برای همه ما و شما توفیق و هدایت و لطف و عنایت مستمر داشته باشد. سلامت باشین جناب دکتر، تشکر. خب بینندگان عزیز و گرامی، صحبت پیرامون مسانید حدیثی همچنان ادامه داره و در 3 قسمت قبلی پیرامون مسند، تعریف مسند و مفهوم مسند جناب دکتر صحبت‌های مفصل داشتن و همچنین به تقسیمات مسانید از لحاظ شمول و از لحاظ محتوای علمی صحبت کردن و در برنامه گذشته در رابطه با یکی از مهمترین مسانید حدیثی که مسند امام احمد رحمت الله تعالی علیه بود صحبت کردن و در این برنامه پیرامون 2 مسند دیگر، مسند اسحاق ابن راهوی و مسند ابوبکر بزار رحمت الله تعالی علیه ما صحبت میکنیم و جناب دکتر فکر کنم بحث را تعریف مسانیدی که در برنامه ما پیرامونش صحبت میکنیم را از مسند امام اسحاق ابن راهوی شروع کنیم و چه بهتر است که ابتدا در ارتباط به زندگی نامه اسحاق ابن راهوی معلومات فشرده خدمت ما و بیننده های عزیز و گرامی ارائه کنیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. امام اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد حنظلی تمیمی از جمله علمای ورزیده قرن 2 و 3 هجری همتا و به اعتبارات علمی دوگانه امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی، امامی مسلم و مورد اتفاق کل اهل خراسان از جریان جوانی خود تا به زمانه وفاتشان. اسحاق ابن راهوی رحمه الله تعالی که در جوانب مختلف علمی همپایه امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی به شمار می رود، از لحاظ سنی هم تنها 3 سال از امام احمد ابن حنبل رحمه الله تفاوت سنی دارند که 3 سال اینها بزرگتر هستند که سنه 161 بله. و بعضی اقوال سال تولدشان هست و به بعضی اقوال سنه 163 که تقریبا
همسال یا با تفاوت 1 سال با امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی اینها تولد شدن و هر دوی این دو بزرگوار از علمای خراسان و متولدین شهری مرو می باشند که فعلا جزو عمده ترین شهرهای ترکمنستان می باشند. در جنوب ترکمنستان فکر. بله. یعنی در قدیم مرو پایتختی خراسان زمین بود؟ پایتخت و حاکمیت خراسان زمین بود مدت‌های طولانی تا اینکه در زمان طاهری ها انتقال کرد به نیشاپور. بله. نیشاپور مرکز خراسان قرار گرفت و مرو با هرات و بخارا و بلخ اینجاها مراکز امیرنشین های تابعی امیری خراسان بودند. اسحاق بن راهوی رحمه الله تعالی که یعنی سال تولدشان 161 یا 163 گفته شده. بله. در سال 238 هجری قبل از دو سال قبل از امام محمد بن حنبل رحمه الله تعالی این دارفانی را وداع گفتند. اما قبل از اینکه در این مراحل یعنی به مراحل بزرگ سن انتقال کنند در همون دهه 30 عمر خود به جایگاه علمی و اجتماعی خاص خود را به دست آورده بود. اسحاق بن راهوی رحمه الله تعالی در زمانی که هنوز 30 و چند سال بیش نداشت به عنوان فقیه خراسان در میان اهل علم معروف شده بود که سالهای 190 چنده بود. در مکه مکرمه زمان اسحاق بن راهوی رحمه الله حکایت میکند که امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی ای را گرفته نزدی امام محمد بن ادریس شافعی به ملاقات او گرفته بود. امام محمد بن ادریس شافعی رحمه الله هم از این دو بزرگوار تنها 14 سال و یا 12 سال به حساب تفاوتی که در تاریخ ولادت اینها ذکر شده بزرگتر بود بس، یعنی به لحاظ سنی اونقدر تفاوت چندانه نداشت. از این جهت اسحاق بن راهوی رحمه الله میگوید که وقتی که ما با احمد مرا گرفتن از محمد بن ادریس شافعی برد. احمد امام احمد است؟ بله. مرا گرفته پیش محمد بن ادریس شافعی رفتیم. وقتی که او را دیدیم گفتیم که این همسین و سال ما هست، اینجا علمای بسیار سال کرده و بزرگی وجود داره، چون که استادای ازی هستند، چون سفیان بن عیینه رحمه الله تعالی هم جایگاه فقهی هم جایگاه حدیثی و هم کسی که هم پایه امام شافعی رحمه الله تعالی به شمار امام مالک رحمه الله به شمار می رفت و از تابعین زیاد روایت داشت و خود او ثقه هم بود. مانند وکیع ابن جراح و امثال از اونها که از امام شافعی 23 سال بزرگ بودند. اینها مشایخ وجود داره. نزد این جوان رفته چی میکنیم؟ امام محمد بن حنبل رحمه الله تعالی فرمودن که علمی که نزد ای هست نزد شیوخ نیست، فهم و درکی که نزد هدفش شافعی هست نزد این جوان هست، نزد اون اساتید نیست. اگر که اونها اساتید او هم هستن از ما هم هستن، نزد از اونها اگر علمی ای از انسان فوت شد و رفت ضایع می شود، از پیش او یک خساره بزرگ جبران ناپذیره بله برای او پیش میاد. اما اگر
احادیث از شیوخ، از اون علمای بزرگ سین که در سطح فقهی به مرتبه این میرسن، از اونها اگر حدیث فوت شد، از شاگردان از اونها به یک واسطه میتونه که او را به دست بیاره. خب این موضوع گذشت و امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی بیشتر اعتنای به علم امام شافعی رحمه الله کردن و اسحاق بن راهویه رحمه الله از اون که یعنی زمان مشهور بعد از مشهور شدن اونها بود و مسکنشان هم خراسان، با مردم در حج آمده بود و پس میرفت. از این جهت یعنی فرصت زیاد برای همنشینی با امام محمد بن ادریس شافعی رحمه الله پیدا نکرد، ولی در بعدها با واسطه شاگردای از اونها کتاب‌های امام شافعی که به او رسید، حتی شخصی در مر وفات کرده بود، کتاب‌های امام شافعی نزد او بود. با همسر او تنها برای همین ازدواج کرد اسحاق بن راهویه رحمه الله که کتاب‌های شافعی را به دست بیاره. سبحان الله. و بعد از مطالعه از اونها میگفت که اگر ما قبلا یعنی درک میکردم که نزد محمد بن ادریس شافعی به این حد علم هست، ما حتما یعنی فرصت بیشتری و مدت بیشتری برای استفاده از او تخصیص میدادم، چون سفر خاصی برای از او میگرفت و امام شافعی رحمه الله تعالی یعنی 50 و چند ساله وفات، 54 ساله از دنیا رفت. خب این یک مسئله هست. در ضمن همین ملاقات بحث فقهی میان امام اسحاق بن راهویه رحمه الله تعالی که 30 و چند سال عمر داشتن و میان امام محمد بن ادریس شافعی رحمه الله در حضور داشت امام احمد صورت گرفت. درباره اینکه خانه های مکه مکرمه حدود حرم آیا ملکیت شخصی میشوند یا نه، یکی از جمله مسائل ای بود و چند مسئله دیگره. اسحاق بن راهویه رحمه الله تعالی مطابق با رأی علمای عراق و خراسان نظرشان ای بود که اینها ملکیت شخصی نمیشوند و امام شافعی رحمه الله تعالی طبق دیدگاه علمای خراسان نظرشان ای بود که امام شافعی بله قابل ملکیت شخصی هستند. چون پس در جریان بحث از چیز امام اسحاق بن راهویه استدلال کرد که قولی یکی از تابعین کوفه بود، دیگرش هم قولی فتوای دیگری از کبار تابعین کوفه. در مقابل امام شافعی رحمه الله تعالی در اول آنقدر توجه نداد، وقتی که دید که افرادی که در اطراف عوام الناس که همراه امام اسحاق بن راهویه آمدن، کسی گفت که یعنی مرد که ما مرد بوده. امام شافعی رحمه الله اگرچه با فارسی آشنایی نداشت، اما متوجه شد که اینجا چیزه باز جدی گرفت بحث. در مقابل استدلال کرد که ببین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که بعد از فتح مکه انصار گفتن که یعنی ممکن رسول الله صلی الله علیه و سلم بمانه در مکه مکرمه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که هل ترک لنا عقیل من دار، عقیل برای ما خانه گذاشته، همه را فروخته، هم از خودشه، هم از پدرشه، هم از رسول الله صلی الله علیه و آله. عقیل پسر کاکایشان عقیل برادر علی رضی الله تعالی عنه، او تا نزدیکای فتح مکه مسلمان نشده بود، لذا هر آنچه که بود به این مانده بود و این همه را فروخت، برای ما چیزی نگذاشته. پس در اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم ملکیت خانه ها را ثابت کرد و هم قضیه فروشی از اونها را اگر جواز نمی داشت. دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم در جریان فتح مکه اعلان کرد که هر کس من اغلق باب داره فهو آمن، برای همه از اونها خانه شخصی ثابت کرد و من دخل دار ابی سفیان فهو آمن و امثال این ادله دیگری که راجح در مسئله همین هست و بعضی از
شتاب زدگانه که حتی من در بعضی از مجله های افراد تندره و متاسفانه خیلی سال 10-15 سال پیش من خوانده بودم، از این مسئله استدلال میکرد به تکفیر از ادله تکفیر حکمرانای سرزمین حرمین. حتی به این حد نه که بگویه که اینجا اشتباه هست یا که رأی مرجوح هست، نه، اینها به نام خود خانه ساختن، قصر ساختن، به نامهای شخصی چیزهای ملکیت ها در سرزمین حرم ساختن، حالا که در اینجا مسئله که از نگاه دلیل علمی راجح هم جوازی هست، جواز داره، اشکاله نداره. در این است فقط محدوده های مشاعر و محدوده خود مسجد الحرام و اونها ملکیت شخصی نمیشه، اما دیگر مناطق که در ضمن حدود حرم هست قابلیت ملکیت شخصی و تبادل تجاری داره. خب جناب دکتر چی میشه بر بگردیم به موضوع، چون فکر کنم زیاد حاشیه رفتیم. پس اسحاق امام وقتی که در اینجا اسحاق بن راهویه رحمه الله و امام محمد بن ادریس شافعی با هم در بحث کردن، پیش رفتن. امام اسحاق بن راهویه رحمه الله اینجا چیز ماند، یعنی خاموش ماند، متوقف شد و وقتی امام شافعی رحمه الله هم به عنوان مزاح گفتم کسی که میگوین که امام خراسان هست، در این متوجه به استدلالش بود، چون اینجا استدلال از فتاوای بعضی ائمه تابعین کرد، در حالی که این مسئله بسیار مهمی هست که باید در این اصل از رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده باشه، از قرآن بوده باشه محلی استدلال. پس در اینجا گفت اگر فقیه خراسان نمی بودی گوشمال میدادن. خب به هر حال یک چیز بود. مسئله دیگری هم در اونجا بحث شد، در اونجا که حجت امام اسحاق بن راهویه رحمه الله غلبه داشت در او بالای استدلال امام شافعی. و از عجایبی که در این مسائل بحث شده میان این دو امام در چند مجلسی که در جریان حج صورت گرفته بود این هست که میگه در از جمله مسئله که فعلا یادم نیست که صریح کدام هست، از جمله مسئله بود، نه ما اون میگویم چون بس خیلی مهم هست برای طلبه علم و برای اهل درک. یعنی اینجا این گفتگو به خاطر حکایت گفتگو به خاطر این بود که یعنی ادب گفتگو، ادب استدلال یک جانب هست و اینکه قوت حجت و خطای جانب دیگر چگونه با اون انسان تعامل میکنه یک طالب علم. دون آداب برخورد، آداب برخورد، دون آداب برخورد با رأی مخالفی که تو در او با برداشتی خود برداشتی که در مسئله داره، آیا با در برداشتی که در مسئله داری هر برداشتی دیگری رو باید بالاش هجوم بکنی، یا اینکه ببینی که احیانا میشه که او برداشت خیلی راجع‌تر قوی‌تر باشه. از جمله مسائل خیلی عجیب و جالب در اینجایی است که امام احمد بن حنبل رحمه الله در ضمن حکایتش ذکر میکنه و در ترجمه اسحاق بن راهویه رحمه الله هم ذکر شده. میگه که مسئله بحث شد، بله، در اونجا گویا به حساب ظاهری مسئله رأی اسحاق بن راهویه رحمه الله در مجلس غلبه پیدا کرد. اما در بعد امام شافعی نظر خود گذاشتن، نظر اسحاق بن راهویه را انتخاب کرد و در کتاب‌های جدید خود امیر تعریف کرد. بله، که از قبیل همین مسائل متعلق به بیع و همین چیزا، بیع و نکاح هست. و اسحاق بن راهویه رحمه الله نظر خود ترک کردن، نظر امام شافعی را انتخاب کرد. سبحان الله، سبحان الله. چون در بعد فکری بشری هست، گاه انسان تصور میکنه که این نظر یا این دلیل و این استدلال قوی تر هست، راجح هست، باید ما تابعی بوده باشیم. گاه برای از او فکر انسان دیگر نوع می اندیشه، فکر میکنه که این دیدگاه و این تصور
راجح نبوده، بلکه در مقابل باید به این دیدگاه ما یعنی بعدها روان باشیم. متوجه میشه که نظر یا دیدگاهش او قسمی که تصور قبلا تصور میکرد نیست، دچار اشتباه شده. پس در اینجا یک نکته دیگری هم هست که وقتی که رجوع میکنه حتما نیست که حتما در بعد سخن او 100% دقیق بوده باشه نسبت به سخن برداشت قبلی او. میشه که در اول درستتر فهمیده باشه و در بعد اشتباه کرده دچار باشه. اشتباه شده باشه. هر احتمالی وجود بشر داره. هست. از همین جهت در فقه امام شافعی رحمه الله تعالی که فقه قدیم و فقه جدید وجود داره، بله. در او امام نووی رحمه الله میگوید که از جمله مسائلی که رجوع کرده امام شافعی رحمه الله 20 مسئله او مسئله هست که راجح در او قول قدیم امام شافعی هست، نه قول جدیدش. ورنه در عموم این است که باید قول بعدی پخته تر بوده باشه. بله. اما قول قدیم با استدلالتر و مستندتر هست. پس در مسائل فقهی و مسائل چیز ما باید که یعنی اینجا درک و شعوری چگونگی تعامل با مسائل فقهی را داشته با باشیم. ادب خلاف باید رعایت شود. جناب دکتر اگر اجازه بدید ما به اجازه شما و به اجازه بینندگان عزیز و گرامی یک میان برنامه کوتاه را با هم میبینیم و بعدش ان شاء الله برمیگردیم و بحثمون را پیرامون معرفی مسند اسحاق ابن راهویه و مسند ابوبکر بزار تکمیل میکنیم.
أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد دوباره در خدمت شما سروران هستیم و صحبت همچنان پیرامون مسند اسحاق ابن راهوی ادامه داره و جناب دکتر احسان الله مبارز قبل از میان برنامه داشتن در ارتباط و گوشه های از زندگی نامی امام بزرگوار که البته خالی از فایده نبود اشاره کردند. خب جناب دکتر صحبتتان میتونین ادامه بدید. اسحاق ابن راهوی رحمه الله تعالی یعنی به جایگاه علمی که دارن همین بزرگان عصر پختگی علمی و تألیف حدیث فن علم حدیث در عموم شاگردان دسته اولی این امام بزرگوار رحمه الله به شمار می روند که دو جانب از زندگی از اینها و تأثیر از اینها قابل لازم به ذکر هست. یکی جانب تأثیری از اینها در شاگردان بزرگوارش که از جمله از اونها امام بخاری رحمه الله تعالی، امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری، ابو حاتم و ابو زرعه رازی، محمد ابن مسلم ابن واره، محمد ابن یحیی زهلی و دیگر هرچی عالم بزرگواری که در قرن سه از برجستگان علمی حدیث بودن، همه نه تنها شاگردانی فارغانی خاصی مدرسه ای هستند در پهلوی امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی، اما تأثیری بیشتر بوده. ابن قتیبه ابن قتیبه دینوری صاحب تعویل مختلف الحدیث. ما فکر کردم امام قتیبه بفرم. نه، او سید محمد ابن عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه دینوری، همون که به دروغ به نامش روافض کتابی الامام و سیاسه را نسبت دادن، کتابی که سه رافضی از خود بافته و به این امام بزرگوار نسبت داده و او از شاگردای خاصی امام اسحاق بن راهوی رحمه الله هست. و امام اسحاق بن راهوی رحمه الله در این زمینه مؤسسی فکری تألیفی مستقل احادیث صحیح است که امام بخاری رحمه الله تعالی حکایت میکند که به عنوان اولین باری که در دل آنها اندیشه و فکریه تألیف صحیح کتاب در مخصوص احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم خطور کرد، زمانی بود که در نیشاپور اسحاق ابن راهوی رحمه الله تعالی بالای منبر در ضمن حلقه درسی خود به شاگردان خود فرمود که کاش از میان شما جوانها کسی همت کرده احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم را جمع آوری کنه. میگه ای در دل من جایی کرد و سپس بعد از وفات از اونها است، اگرچه روایات میایه که در زندگی از اونها باشه، اما یعنی در بررسی علمی دقیق نیستن. این بنیانگذاری فکر و اندیشه تألیف جداگانه احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و الهام بخش این پس امام بخاری و امام مسلم و ما بعدش هر ائمه حدیثی که آمدن و تعریف کردن و به ویژه در راستای جمع آوری احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم مدیون فکر و نصایح و اندیشه امام اسحاق ابن راهوی هستند. بله، این یک جانب مهم است. جانب مهم دیگر جانب سیاسی یا که تأثیری سیاسی یا که اجتماعی اسحاق ابن راهوی رحمه الله تعالی هست که به همون سطحی که امام اسحاق ابن راهوی رحمه الله تعالی در عرصه علمی پیشتاز بود و مقدم، که حتی یعنی هر کس که به اونجا میرفت، به نیشاپور وارد نیشاپور میشد، باید از طرف امیر با موافقه ای به مسند تدریس می نشست.
این تأثیر سیاسی و اجتماعی اسحاق بن راهوی رحمه الله تعالی در اینجا مهم هست که میتونیم ما مهمترین جنبه او را بر علاوه از صحبتی که قبلا یادآور شدن، تأثیری که بالای طاهر ابن حسین و پسرشان عبدالله ابن طاهر در زمان فتنه خلق قرآن ای گذاشته بود. فتنه‌ای که در او از مصر، مغرب، شام، حجاز، عراق، یمن، از تمام اینها علمای اهل سنت و بزرگواران دین اسلام جمع آوری شدن. موردی جمع شدن یعنی در جای معین؟ نه، جمع آوری شدن از طرف حکومت. از طرف حکومت اینا رو جمع کرد در جای معین، از هر جا، هر کدامش چیدگانه به زندان انداخت، تعذیب و یعنی هر کسی که قائل به خلق قرآن نبود، مخلوق بودن قرآن نشد، او را به زندان انداخت. و امام مثلا یوسف بویتی شاگرد امام شافعی رحمه الله از مصر و دیگرها زیاده بودن، ابن مدینی و کسایی که پذیرفتن، به ظاهر پذیرفتن، همین اقرار ظاهری را از اونها پذیرفت تا یکی، اما کسایی که ثابت ماندن اونها را زندانی کرد. اونها را زندانی کرد، سر زدن بسیاری از اونها را، بسیاری دیگرش تحت شکنجه قرار دادن تا یک برگردن. خب حال صحبت ما درباره امام اسحاق است. اسحاق ابن راهوی رحمه الله تعالی در از جمله امتیازهای اسحاق ابن راهوی رحمه الله تعالی ای هست که تأثیری به سزای بالای طاهر ابن حسین و عبدالله ابن طاهر، عبدالله پسرشان گذاشته بود. اینا حاکم نیشاپور بودن؟ عبدالله ابن طاهر در همین زمان عبدالله ابن طاهر حاکم نیشاپور بود که حتی در مجلسی که اسحاق ابن راهوی بود به معتزله و دیگرایی که از مقربین مأمون بودن به حساب فکری فرصت نمیداد که بحث بکنه. حتی چند بار بحث شد، با اونها تهدید کرد، نگفته بودم به شما که در حضور این شیخ بزرگوار شما صحبت نمیکنه. یعنی این یک وقتی که انسان در تاریخ بازنگری میکنه، در مجموع علمای خراسان که از خراسان بیرون نشده بودن، یعنی به سوی عراق و اونجاها نرفته بودن یا رفته بودن در یک سفرهای سری، سفرهای موقتی رفتن و برگشتن و با همه اونها موردی این امتحان قرار نگرفتن، از این محفوظ ماندن. و علت اساسی او همین تأثیر امام اسحاق بن راهوی رحمه الله بالای امیر خراسان بود. و امیر خراسان چون طاهر ابن حسین کسی بود که خلافت از امین به مأمون چیز کرده بود، از امین گرفته به مأمون تسلیم کرده بود. عجیب. لذا مورد احترام، لذا یک جایگاه خاص در دسته بعدی مأمون داشت. یعنی در نزد خلیفه از مقام خاصی برخوردار. بله، حتی ذوالریاستین گفته میشد. خود او و سپس پسرش خودش خراسان و مصر با امارتش از طرف مأمون برش داده شده بود که در مصر نایب خود تعیین میکرد. مصر در کجا و خراسان در کجا. پسرش عبدالله تا وفات پدر خود امیر شرطه بغداد بود، یعنی امیر پلیس بغداد به اصطلاح امروزی رئیس پلیس یا فرمانده پلیس. بله، فرمانده کل پلیس بغداد بود. و شام هم تحت نظارت جزوی از قرار داشت. پس این کسی بود که در جایگاه خاصی را در حکومت مأمون داشت. پس بعد از مأمون معتصم و دیگرها، و از این بود که بعد از خاندان طاهریه تا به آمدن یعنی خوارزمشاه ها و بعدها در خراسان حاکمیت شبه استقلالی داشتن. پس این خب یعنی جناب دکتر اگر از این جوانب عمده، چون این نکاتی که شما ذکر کردین فکر کنم مهم بود در زندگی نامه امام اسحاق ابن راهوی، حال چه بهتر است که بریم روی مسند یک تعریف مختصری از خود کتاب مسند داشته باشیم که این منهج اسحاق ابن راهوی در این مسند چی بوده و درجه حدیثی این مسند، احادیث مسند در کدام درجه حدیثی قرار دارند.
اسحاق ابن راهوی رحمه الله مسند اینها، یعنی که از اسحاق ابن راهوی رحمه الله آثاری که به جا مانده بله. از تألیف شخصیشان همین مسند هست. فقط همین یک مسند. اما از تحریر شاگردایشان مثلا اقوالی از اونها در روایت کمتر نقل شده، اما در بخش فقهی اسحاق ابن منصور کوسج ضمن کتابی که در 10 مجلد به چاپ رسیده به نام مسائل امام احمد و اسحاق ابن راهوی، در او مسائل فقهی از این جمع کرده و همچنین حرب ابن اسماعیل کرمانی هم در کتاب خود که مسائل حرب ابن اسماعیل کرمانی از امام احمد و اسحاق ابن راهوی هست و بخش‌های از او به چاپ رسیده، فتاوای زیادی از این عالم را جمع کرده و در کتاب‌های متفرقه اقوال مختلف از او حکایت شده. بله. خب درباره مسند اما این هم مسند اسحاق ابن راهوی هست، اینجا نشان دادیم. مسند اسحاق ابن راهوی رحمه الله تعالی از جمله مسانیدی است که در بخش انتقای احادیث امتیاز خاص خدا داره که گفته میشه و در کتب مصطلح از جمله مباحثی که بحث شده در پهلوی مسند امام احمد بن حنبل و مسند بزار بله و مسند بقی بن مخلد، این 4 مسندی هست که در مسانید خود روایات را گزینشی می آوردن، یعنی انتقایی می آوردن و برجسته ترین روایاتی که از همان صحابه نقل می شد او را جمع می‌کردن. از روایات راویانی که متهم به وضع حدیث هستند، معروف به دروغ بافی و این چیزها هستند، کتاب خدا نگه داشتن، یعنی احادیث اونا رو نقل نمی‌کردن، حدیث رو نقل نکردن، از طریق از اونا روایت شده بود. نه بله نقل نمی‌کردن. احادیث متروک یا نهایت ضعیف در کتاب پیدا می شود، چون مخصوصا زمانی که از یک حدیثی که از صحابه روایت شده جز از طریق همین راوی متروک از دیگه طریق یا از همین راوی منکر الحدیث و نهایت ضعیف از دیگه طریق یا دیگر سند نقل نشده باشد، یا اینکه احیانا می شود راوی که بالای او اعتماد کرده راوی مدلسی هست، که راوی های ضعیفی که بالای خود میان خود و میان اساتیدش هست اونها را حذف میکنه، مانند بقیه ابن مخلد. بله. پس وقتی که اسحاق بن راهوی رحمه الله از او شنیده، این واسطه نبوده، واسطه را او حذف کرده. کی واسطه را حذف کرده؟ همین راوی مدلس. و او واسطه هست شخصی متهم. مثال از این ما میتونم که با آسانی بگویم، حدیثی هست به نام سحاق النساء زنا بینهن، هم جنسگرایی میان زنها زنا میان زنها حساب میشه، خب بدور از حکم شرعی او، اما این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست به عنوان حدیث. خب حکم فقهی مثلا از دیگر احادیث گرفته میشه، یا که از نصوص عام از آیه سوره نساء و از دیگر جاها. اما از این امام اسحاق بن راهوی رشنید از بقیه ابن ولید از روایت کرد از عبدالرحمن ابن عثمان الطرائفی و او که راوی صدوق است و او به همین سلسله میرفت. بله. حالا که بقیه ابن مخلد این حدیث از عبدالرحمن نشنیده. بقیه ابن مخلد نشنید. بقیه ابن ولید چون بقیه گفتن من بقیه ابن مخلد رفتم. بقیه غیر از بقیست. بله بقیه ابن مخلد معروف امام بقیه ابن مخلد، اما اینجا بقیه ابن ولید. بقیه ابن مخلد از شاگردای اسحاق ابن راهوی است. اما بقیه ابن ولید از استادایش است، از استادای اسحاق ابن راهوی است، نه تابعی است. از علمای شام است، او از اندلس است. بله. ایرا شنیده از کسی به نام علاء ابن کثیر. علاء ابن کثیر کسی هست متهم به تدلیس، وضع حدیث، نه تنها از وسطی را انداخته بالا، گفته عن عبدالرحمن ابن عثمان الطرائفی عن فلان، و در حالی که او را درک نکرده. بله.
چنین گویا چنین وانمود شده که این حدیث با همین سندی که در ظاهر اقلش حسن می باشه بوده باشه. حالا که کارکرد این راوی مدلس عیبی بزرگی را پوشانیده که اگر این عیب روشن شود هیچ یکی او حدیث ارزش برایش قائل نمیشه. یعنی این نمونه ها احیانا در کتب مسانید صورت میگیره که بر مبنای اینها عیب پوشیده می باشه و راوی و روایت راوی متهم در کتاب مسند. خب اگر خواسته باشیم به صورت کلی درباره مسند امام اسحاق ابن راهوی صحبت بکنیم، دارای چند حدیث است و در چه درجه حدیثی احادیثی کتاب قرار داره؟ مسند اسحاق راهوی رحمه الله تعالی از جمله مسانید بزرگ به شمار نمیره، بلکه از جمله مساندی متوسط به شمار میره که چون در گزینشان حتی نسبت به مسند احمد بن حنبل رحمه الله، نسبت به مسند امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی در انتقای خود سخت‌تر بودن، لذا احادیث موضوعی و امثال ای در این کتاب کمتر یافته میشه. اما احادیث ضعیف و نهایت ضعیف خیلی هست و نسبت به اینکه مجموعه احادیث این کتاب چند هست خبری دقیقه نیست، چون اصلا کتاب طور کامل به ما نرسیده. دو بخشی از او رسیده، دو بخشی او رسیده که بخشی از او به تحقیق دکتر عبدالغفور بلوچی حفظه الله به چاپ رسیده که به نمایش گذاشتن و این شامل مسند چند صحابی می باشه و بخشی دیگرش هم نزدی از اونها هست که تا به حال به چاپ نرسانیدن که بخشی مسند عایشه صدیقه. برای بار آخر باز دوستان نشان بدین کتاب مسند اسحاق ابن راهوی، تحقیق و تخریج و پژوهش دکتر عبدالغفور ابن عبدالحق ابن حسین بلوچی، 2 مجلد. خب تشکر جناب دکتر. خدماتی که بالای این صورت گرفته، اگر اجازه بدین دکتر قبل از شما به خدمات پردازیم ما یک میان برنامه کوتاه همراه بیننده های عزیز و گرامی میبینیم و انشاءالله برمیگردیم و موضوع را تکمیل میکنیم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و برایشان دعا کن. به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد دوباره در خدمت شما هستیم و جناب دکتر اگر میشه خیلی ها مختصر فقط به صورت فهرستوار اگر کتاب های بر مبنای کتاب مسند امام اسحاق ابن راهوی نوشته شده فقط نام بگیرین، چون بحث ما هنوز 15 دقیقه از وقت باقی مانده. میپردازیم به مسند امام ابوبکر بزار که ابتدا البته به زندگی نامش اشاره میکنیم. بفرمایید. بالای مسند امام اسحاق بن راهوی رحمه الله تعالی چندین خدمت صورت گرفته، از جمله اول خدمت جمعی زوائد این کتاب بالای کتب 6 هست، یعنی هر احادیثی که در این کتاب افزوده روایت شده و در کتب 6 گانه حدیثی نیست، یعنی 6 کتب صحیحین و 4 سنن، اونها را جمع آوری کرده که این از جمع
ضمن مجموعه 10 کتاب حدیثی که از جمع کی است ابوبکر هیثمی رحمه الله تعالی در کتاب اتحاف الخيارة المهرة بزوائد المسانید العشره. خب چه بهتر است ما فقط اتحاف المهره را هم نشان بتون برای بیننده‌های عزیز گرامی. کتاب اتحاف الخيارة المهرة بزوائد المسانید العشره که یکی از این 10 مسند مسند اسحاق ابن راهوی رحمه الله تعالی هست و همچنین به اضافه مسند امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی، یعنی بالای 6 کتب، امام ابن حجر عسقلانی در کتاب المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه. المطالب العالیه را هم دوستا نشان بتن. بله ادامه بتن شما در جمع آوری کرده و چون حتی با امام ابن حجر رحمه الله تعالی هم مسند طوری کامل نرسیده بود با او زمان، لذا در پهلوی از او بعضی چیزهای دیگری را اضافه کرد. یعنی مجموع خدمات علمیه که بالای این کتاب صورت گرفته همین دو هست، در قدیم و در حاضر بعضی خدمات. بفرمایید درباره امام ابوبکر بزار. امام ابوبکر بزار رحمه الله تعالی متولد کجاستند؟ در کجا احمد ابن عمرو ابن عبدالخالق بزار از متولد سال میان 115 تا 120 هجری. بله. 215 تا 220 هجری تاریخ دقیقی تولدشان مشخص نیست و در بصره متولد شدن و در همون بصره بزرگ شدن و اکثر علمشان از همونجا گرفتن که در طلب حدیث اولین طلب علمشان در سالهای بعد از 235 هجری هست در بصره. لذا حتی ابن مدینی و علمای دیگری بصره که پیش از او وفات کردن از اونها روایت ندارند و امام محمد ابن و سفرهای بیرونیشان هم با تأخیر بوده. لذا حتی که از سال آغاز طلب علمشان که 235 هجری می باشه تقریبی بله تا با 240 هجری وفات امام احمد ابن حنبل 5 سال می باشه و در این سن اینها تا 25 ساله تقریبا 20-25 ساله می باشن. بله. اما با امام احمد ابن حنبل رحمه الله هم ملاقات نداشتن، از اون هم چیزی نگرفتن. بله. اما از علمای زیاد بعد از اونها بعد از 240 هجری حدیث روایت کردن و از اونها علم گرفتن و در جریان سفر چیزهای علمیشان سفرهای مختصر به مصر داشتن و به خراسان داشتن. اکثر به اصفهان بله. کوفه و واسط و موصل و اینها مناطقی خود عراق است دیگه، بغداد و اینها. به حرمین داشتن به حساب سفرهای حج، اما سفرهای خاصی طلب علمی کمتری داشتن و در بعدها سفرهای متعدد و بیشمار داشتن برای نشر علم خود. بله. لذا در سال 280 بار دوم در سفر بار دومشان سال 286 هجری بعد از مکه مکرمه رفتن به اصفهان. در اصفهان تقریبا مدت 6 ماه بیشتر اونجا ماندن و در اونجا چندین کتاب خود به نام معرفت الصحابه، کتاب مسند صغیر و سنن و بعضی کتاب‌های دیگری در اونجا با مردم علمای اصفهان از اونها گرفتن. سپس بعد از او برگشته به سفر حج رفتن و در مکه مکرمه چند ماه ماندن و از اونجا به مصر رفتن. همین مسند بزرگی که فعلا در اختیار ما قرار داره مسندی هست که در مصر تالیف کردن. البحر الزخار هست. بله، به نام لقبش بحر الزخار هست چون مسند بزرگی بودن و علومی بسیار بیشمار در این مسند جمع شده. بله. و اصلا نامی مؤلف نیست، این نامی وصفی هست چون بحری است که بله البحر الزخار. بله. المعروف بمسند البزار. مسند بزار نامش هست و به حساب اینکه فواید علمی بیشمار در این جمع شده لذا به نام بحر زخار یاد میشه. یاد میشه. بله.
این کتاب و مسند خود و در مجموع مؤلفات خود امام ابوبکر بزار رحمه الله تعالی از حافظه خود اکثرا بله. کتاب‌های اصول خود مراجعه میکرد، ولی در حلقه درسی اکثرا از حافظه خود به مردم درس القا میکرد و اونها می نوشتند. بله. همین نوشته شاگردا کتابی امام ابوبکر احمد ابن عمرو ابن عبدالخالق بزار به شمار میرفت. از جمله شاگردان میشه که مثلا ابو جعفر عقیلی صاحب ضعفا و ابو شیخ اصفهانی صاحب طبقات اصفهانیین و تعداد دیگری را بشماریم. امام دارقطنی رحمه الله با یک واسطه و احیانا با دو واسطه از اونها روایت میکنه. بله. و یعنی از علمای مشهور زمانش که ابو شیخ اصفهانی رحمه الله تعالی میگه که در زمان خود گفته میشه که بعد از علی بن مدینی در معرفت علل احادیث دستی بسیار بالا داشتن. دستی بالایی داشته، هم پایه نداشته. یکی موسی ابن هارون حمال بوده و این یک تازه های زمانشان بودن. در مجموع در کتاب خود یعنی کوشش کردن که احادیثی راوی های متهم به وضع حدیث و امثال اینها را نقل نکنند. احیانا از راویی که بعضی علما با اونها نقد دارن یا اونها را متهم میدانند، ولی نزد امام ابوبکر بزار رحمه الله تعالی همین اتهام ثابت نشده، چی که نظرش دقیق باشه یا نباشه مسئله جداگانه هست. مانند محمد ابن عمر واقدی احادیثی از اونها را در کتاب خود آورده، اما حدیثی کسی که امام ابوبکر بزار رحمه الله به این تصور بوده باشه که اتهام بالای از او موجه هست و مستند هست، حدیثی او را در کتاب خود هرگز نه آورده. یک دوم احادیثی که ضعفشان نهایت شدید هست بنا بر علتی یعنی بسیار علتی که مثلا فنی اگر نبوده باشه، مثلا همین حدیث با همون لفظ از هیچ سند با هیچ سند دیگری روایت نشده و این آمده، پس میگه من این ذکر میکنم تا علتش بیان کنم، تا خللش بیان کنم که یعنی آگاهی پیدا شود درباره او. اگر همین روایت از طریق دیگری از سندهای دیگری با سند معتبرتری بوده باشه، هیچ روایت این شخصی که نهایت ضعیف هست او را ذکر نمیکنه. و یعنی در حسابی از این حتی از مسند امام احمد بن حنبل رحمه الله هم در انتخاب روایات و پرهیز از ذکر روایات نهایت ضعیف یعنی محتاط‌تر هست و بیشتر. خب جناب دکتر تعداد احادیثی که امام مسند ابوبکر بزار رحمه الله تعالی یعنی حاوی چند حدیث است، درجه حدیثیش؟ یعنی مسند ابوبکر بزار رحمه الله تعالی در مجموع طور کامل این هم به ما نرسیده، ولی اکثریت مطلق این کتاب به ما رسیده و مساندی بیشماری از این در اختیار ما قرار نداره تقریبا داره. بله اکثریت مطلق بله. یعنی مساند متعدده از این در اختیار ما قرار نداره، اما اکثریت مطلقش در چیز ما قرار داره که احادیثی از این تا به جلد تقریبا 17 تا به جلد 17 مسلسل شماره مسلسل به خود گرفتن که بعد بالاتر از 10,000 حدیث به شما. اینا مکرر است یا غیر مکرر؟ اینا با مکرر است. با مکرر. در مجموع با مکرر هست و 300 و چند حدیثی در مجلدی 18 هست و بعضی اجزای دیگری که یعنی در مجموع به دامنه 2,500 حدیث میرسه. یعنی در 10,082 حدیث با مکرر تا جلد 17 شمار شده و 320 چنده در جلد. یعنی در اینجا شاید یک کسی بپرسه جناب دکتر وقتی میگه که اگر حدیث را دیدیم که رواه بزار
هر حدیثی که رواه البزار بیاید درست است، صحیح است؟ نه خیر، بلکه قبلا ما یادآور شدم که احادیث راوی های ضعیف هم ذکر میکنه، بلکه احادیث راوی های نهایت ضعیف هم ذکر میکنه و این نیاز باز به بررسی داره. نیاز به بررسی داره. و احیانا و آیا کسی آمد از علما خدمات علمی که برای کتاب صورت گرفته باشه، تحقیق شده باشه و درجات و درجه صحت و غیر صحت احادیث بیان کرده باشه کتابی هست؟ بله، در مجموع مثلا ابن حزم رحمه الله نقول زیاد از این داره، ابن عبدالبر در التمهید و استذکار نقول زیاد از این داره، ابن عبدالحق اشبیلی هم نقول زیاد از این داره در کتاب‌های خود و کتاب‌هایی که مخصوص بر این تألیف شده. بله. کتاب کی هست؟ دو کتاب امام ابوبکر هیثمی رحمه الله تعالی. چه نام داره؟ یکی کشف الاستار، کشف عن الاستار، زوائد مسند البزار. دوست عزیز اگر نشان بدن کشف الاستار. بله، در 2 مجلد به چاپ رسیده و در مجموع احادیث را شامل شده که در مسند بزار هستن و در کتب سته. خب بعدش جناب دکتر دوم باز که امام حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی آمده همین کشف الاستار را اختصار کرد در کتاب به نام مختصر زوائد مسند البزار. این مختصرم نزد ما است، اگر دوست عزیز نشان بدن. مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد للحافظ شهاب الدين أبي الفضل ابن حجر العسقلاني. خب بله، در کشف الاستار 3698 حدیث افزودی را در او جدا کرده که در مسند بزار آمدن، در همین مسند بزرگ، اما در چیز نبودن، در کتب سته نیستن، در 6 کتاب حدیثی نیستن، موجود نیستن. یعنی 3698 حدیث خیلی کمیت است، البته ای با مکرر هست و در ضمن بعضی احادیث از که احادیث محدودی هست از امام ابوبکر هیثمی رحمه الله هم فوت شده مانده. و در مختصر زوائد مسند بزار، یعنی وقتی که زوائدی که در مسند احمد بودن اونها را حذف کرده، تقریبا عدد احادیثی که مانده 2341 حدیث هست که حتی در مسند احمد هم نه در کتب سته هست نه در مسند احمد، و این یک ذخیره علمی خیلی فراوانی هست. بعد از اینها آمد ابوبکر هیثمی رحمه الله تعالی خودشان بله کار دیگری کرد، همین زوائد مسند بزار را همراه زوائد معجم مسند احمد و معجم کبیر طبرانی و معجم صغیر اوسط او در کتاب با حذف سندها در کتاب به نام مجمع الزوائد بله جمع کرد. مجموع الزوائد. اگر من مجموع الزوائد هم نشان میدم پس برنامه ما وقتش جناب دکتر پایان میرسه. مجموع الزوائد و منبع الفوائد. بله. این کتاب هست، در این با حذف سندها. دو کتاب دیگری میمونه که من نامشان نمیگیرم. یکی حافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی اکثر زوائد این احادیث این کتاب را در کتاب خود به نام جامع المساند و سنن در پروی کتب سته بله مسند احمد، معجم طبرانی و مسند ابو یعلا و این کتاب مسند بزار جمع آوری کرده که میگوید اسحاق امام ابن کثیر رحمه الله که در وقتی که کمتر حدیثی که به او ضرورت هست، کمتر حدیث یافت میشه که به او ضرورت هست و در این 10 کتاب نبوده باشه. تشکر جناب دکتر احسان الله مبارز، متخصص علوم حدیث که باز هم در یکی دیگر از سری برنامه‌های جایگاه سنت حضور یافتن و پیرامون دو مسند، مسند اسحاق ابن راهوی و مسند ابوبکر احمد ابن عمرو عبدالخالق که بزار صحبت کردین. از جناب دکتر از شما جهان سپاس و امتنان دارم و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن و امیدواریم که از بحث هایی که در این برنامه مطرح شد مستفید و بهره‌مند شده باشین و تا دیدار دیگر و برنامه بعدی همه شما سروران را با پناه یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.